تو زمان انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان باشد کمتر از 2 ماه دیگر مانده است. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. در تاجیکستان فعلا 7 حزب سیاسی عمل می‌کند و از آخر هفته گذشته الکی برخی از آنها به پیشنهاد نامزدهای خود آغاز کردند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد مسئله پیشنهاد نامزدها را به کرسی ریاست جمهوری پیگیری داشت و از اون میپرسیم که تو این دم کدام حزب نامزد خود را برای مبارزه به کرسی ریاست جمهوری معلوم کرد. بفرمایید. بله شالا، نخستین حزبی که نامزدی خود را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد کرد حزب اگراری است. در انجمن روز 15 آگوست رهبر حزب رستم لطیفزاده نامزد به مقام پرزیدنتی پیشنهاد گردید. پیش از همه البته مسئله امنیتی دولتی و سرحدات میباشد. بسیار مسئله های موجود هستند این شب بود و ما برای اینها البته نقطه نظر خود را درج خواهیم کرد. بله، برخی از کارشناسان و شهرنویسان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که پیشنهاد نامزدی لطیفزاده یک نوع نمایشکاری و برای دموکراسی جلوه دادن انتخابات است و آنها به این باورند که نامزد اگراری ها از خط کشیده حکومت بیرون نخواهد رفت. همان طور که در گذشته رهبر سابق و معاون رئیس این حزب در انتخابات‌های سال 2006 و 2013 نامزد بودند. ولی خود لطیفزاده گفته است اشتراک آنها در کارزار سیاسی و برنامه پیش از انتخاباتیشان خیلی جدی است. آیا حزب‌های دیگر تاجیکستان، اتفاق‌های کسبه و اتفاق‌های جوانان نیز نامزدهای خود را معلوم کردند؟ چیزی در این باره می‌دانیم یا نه؟ بله شالا، حزب سوسیالیستی تاجیکستان اعلان کرد که انجمن این حزب روز 22 آگوست برگزار می شود و نام داوطلب کرسی پرزیدنت را نیز آن وقت اعلام می کند. اما تا زمان برگزاری انجمن حزب رئیس آن عبدالحلیم غفاروف در صحبت با نشریه‌های محلی تاجیکستان گفته است که در صورت پرزیدنت انتخاب شدنش در دوشنبه مترو می سازد. مسئولین حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند زمان برگزاری انجمن‌هایشان تعیین نشده است. به گفته مسئولین حزب کمونیست و حزب حاکم خلق دموکراتی انجمن آنها در هفته اول ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. حالا نگاه‌ها به انجمن حزب حاکم بیشتر دوخته شده است که پرزیدنت امامعلی رحمان و یا پسرش رستم امامعلی را نامزدی اساسی پیشنهاد خواهد کرد. وکلان پارلمان تاجیکستان هنگام تعیین روز انتخابات گفته بودند که به سبب پاندمی کرونا ویروس زمان برگزاری این معرکه سیاسی را یک ماه پیشتر آوردند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر برگزار میشد و این بار باشد به 11 اکتبر تعیین شده است. وضع در این مورد در کشورهای دیگر چگونه است؟ بله، مسئله خیلی مهم است. بیماری کرونا ویروس نو در برخی از کشورها از جمله زلاند نو و اوکراین زمان انتخابات ها را به عقب برده است. اما در بلاروس همونطور که شاهد هستیم انتخابات 9 آگوست برگزار شد و تا هنوز ناراضیان از نتیجه های آن گرد همایی دارند. در امریکا نیز صرف نظر از وضع مشکلی وابسته به کووید 19 انتخابات ریاست جمهوری روز 3 نوامبر برگزار خواهد شد. نگفته نماند که انتخابات پرزیدنتی در بلاروس از کمترین معرکه‌های سیاسی سالهای اخیر بود که در تاجیکستان هم به آن توجه کردند. سپاس برای صحبت فراگیر. من برنامه را بعد از یک آگهی ادامه میدهم. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.